یه چهره متفاوت از کویر لوت رو به شما نشون بدیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی این ویدیو، اینم بگیم که جذابیت‌های کویر لوت انقدر زیاده که در فهرست میراث طبیعی یونسکو به عنوان اولین اثر طبیعی ایران هم به ثبت رسیده. این نکته نشون میده که جذابیت‌های کویر لوت یکی دوتا نیست که بشه بهش اشاره کرد. اما ما میریم سراغ کویری که میخواد گزینه‌ای برای حل بحران آب باشه. بله، احتمالاً کویر لوت قرار ما رو به آب برسونه. اما چطور؟ در سالهای اخیر مشکلات آبی زیادی برای کشور ایجاد شده. با وجود اینکه منابع گسترده آبی در ایران وجود داره، اما متاسفانه میبینیم که بنا به دلایل مختلفی مثل مدیریت نادرست و حفر بی‌رویه چاه‌ها و نبود مطالعات درست زمین شناسی، ایران با معضل بزرگ کم آبی روبرو شده. طبق گفته مسئولین، برای نجات ایران از خشکسالی حداقل در کوتاه مدت 2 کار میشه انجام داد. اولین قدم شیرین کردن آب دریاست و انتقال این آب به مناطقی که با مشکل کم آبی مواجهن. راهی که میشه گفت هممون ازش با خبریم. اما راه دوم که به کویر لوت مربوط میشه، استفاده از ظرفیت‌های آب ژرفه. اما آب ژرف به چه منابع آبی گفته میشه؟ به آبهایی که در عمق 1200 تا 2100 متری زمین وجود داره آب ژرف میگن و به منابع آبی هم که در عمق بیشتری از زمین وجود داره آب فراژرف میگن. حالا کشف شده که زیر کویر لوت منابع عظیم آب وجود داره، منابعی که میتونه معمایی جدید برای مدیریت آب کشور باشه. این آبها هم خب مشخصه که به سادگی قابل دستیابی نیستن. به همین خاطر وقتی که صحبت از آبهای ژرف میشه، نظرات مثبت و منفی زیادی را میشه در موردش شنید. بخشی از آبهای ژرف به عنوان آبهای فسیلی چندین هزار ساله‌ای شناخته میشن که تجدید ناپذیرن. از هزاران سال پیش این آبها، اونم در شرایط اقلیمی خاص، در زیر زمین ذخیره شدن. حالا خیلی‌ها نظرشون اینه که این منابع فوق استراتژیک باید برای نسل‌های آینده کشور که با شرایط بسیار سخت کم آبی روبرو میشن نگه داشته بشه و نباید این نوع آب‌ها رو برای منافع آنی این نسل هزینه کنیم.